هم کوانتای زمینگیری را انجام داده. مرد شماره 12 تیم بزکشی بدخشان، کوانتای قرقیزستانی. فرصت برای بدخشان هست. یکی به نمایندگی از تخار، یکی به نمایندگی از بدخشان. باز هم کوانتای گساله را به گونه منحصر به فرد در اختیار داره. ببینیم که باز هم بازی به گونه جیگ به جیگ از سر گرفته شده. باز هم کوانتای هست که به صحنه حضور داره. در سمت دیگر یار شماره 4 زکر پهلوان. کوانتای باز هم میره که زمینگیری را انجام بده، ولی زکر اجازه کار را نداده. ببینید که با چه مهارت کوانتای اسب زکر را منحرف میکنه و خودش را آماده بلند کردن. گساله. بریم به سمت ادامه کار در نیمه دوم. باز هم کوانتای زمینگیری را انجام داده. چه بازیکنیست این کوانتای، در آستانه هتریک قرار داره. هم کوانتای هم نجیب مختار. روز گذشته من یادآور شدم وقتی کوانتای جیگ به جیگ از سر گرفته شده. باز هم کوانتای زمینگیری را انجام داده. میره به سمت دایره حلال. دومین امتیاز برای بدخشان در راه هست یا خیر؟ خود کوانتای باز هم دیوار دفاعی مستحکم تخار مانع پیشروی کوانتای شد، ولی کوانتای دست بردار نیست، استمرار داره روی گساله و دوست نداره گساله که به مشکل در اختیار گرفته به سادگی از دست بده. خود کوانتای چه موفق‌تر خواهد بود. کوانتای ثانیه شماری میکنه، خودش آماده میکنه. بله باز هم کوانتای تا الان یک گساله را از نزد کوانتای پهلوان بدخش البته تخار نتونسته بلند بکنه و این کوانتای هست که قهرمان صحنه لقب میگیره روی رقابت جیگ به جیگ. خود کوانتای قرقیزستانی محصور میشه از سوی فرید و عبدالوهاب و رشید و بختیار. همیشون میریزن روی سر کوانتای و اجازه امتیازگیری را برای بار دو. باز هم کوانتای، باز هم در مسافه جیگ به جیگ تخار. عبدالوهاب به نمایندگی از تخار، دو همتیمی سابق. کوانتای و عبدالوهاب تجربه بازی کنار هم را داره. کوانتای طبق معمول در زمینگیری یک سر و گردن بلندتر، چرخش تاکتیکی مرد شماره 12 و قرقیزستانی بدخشان. خود کوانتای دیوار دفاعی را ببینید، اجازه پیشروی را نمیده. خود بازیکنان بدخشان هم میدونن. فرصت و اولین امتیاز برای بدخشان. کوانتای تقاس حمله بازیکنان تخار. تن به تن کوانتای در برابر رشید پا به زمین بازی گذاشته. کوانتای میره که زیرگیری را انجام بده، نمیتونه. رشید دست به کار شده ولی او هم ناکام هست در امر بلند کردن گساله. یار شماره 2 تخار در برابر یار شماره 12 بدخشان، یعنی رشید در برابر کوانتای موفق تر هست. کوانتای به گونه منحصر به فردش گساله در اختیار داره. میره به سمت دایره حلال. پرتاب امتیاز سوم برای بدخشان. این بار کوانتای گساله را از فلسفالی یفتل بدخشان پرتاب میکنه و